سلام، چطورید؟ خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از یوتیوب من خیلی دیر ویدیو گذاشتم و الانم اینجوری دارم ویدیو میگیرم از صفحه کامپیوتر چون اسکرین رکوردرم خراب شده و هاردکور دیگه. اینا میبینید، اینا میخوایم بریم ویلیج پیدا کنیم. حالا فارمی چیزی هم میتونیم بخوایم بسازیم. چی میگم؟ بذار بریم دیگه. لایک، کامنت، سابسکرایب هم فراموش نشه. ما چرا بالای درخت؟ خب بریم جلوتر، یه ذره بریم پایین، بعد چوب بکنیم. او گوسفندم که اینجاست، پشمامون جور شه. ما رو بگیر. بودو یه تبر درست کنیم بزنیم پس کلش. خب کلنگ درست میکنیم، تبر درست کنیم. اینو بکن. بودو برمی داریم اینو الفرار. بریم یه جا سنگ پیدا کنیم. بریم اون ور ببینیم چی داره. اوه ویلیج. آره یه ذره بهتر میشه کیفیتش. امرالد، سیب زمینی، کرافتینگشو بکن. نه خودش حسشو لازم دارم. هنوز وسایلمون رو سنگی نکردیم، ویلیج پیدا کردیم. چطوری؟ آهنمونم که جوره. بزن بریم. تختم کن. این خونه ما. چستو بذار این بالا سرش. من سنگ ندارم بابا. میام از همینجا میکنم. 8 تا برای تنور. نه تو خونم، برو بیرون. میزنه تو. بیرون. ترسید فرار کرد. و تمام. دیدید گفتم دقیق 15 تا میخواد. یه دونم شیلد میخوایم که اونم میریم الان از غلام میگیریم. این ولی توش یاله یه زد چوب بذاریم. این اینجا من وسایل هم بریزم. این نه تو این بالایا بلاکامو میذارم. غذا به شدت نیاز داریم. اینجا هم گندما که رسیده. یه بکنیم اینجا گندم بکاریم. نه دیگه این برم هست. یه ببخش این دوتا میذاریم اینجا. اینا رو میدیم به خودش. به اینو تو خراب کردی، به من ربط نداره. بریم بگردیم این دورو. نه بذار اول غلامو بزنیم. بلاک ندارم. غلام بیا این ور. اصلا غلام چقدر حرف گوش کنه. ما خودمون بیل داریم با دست میکنیم. خدا اون ور نرو غلام. اینم بکنیم. 1 2 3. وای قلبم ریخت. مرد. شانم آهن. چند تا داد؟ 5 تا داد. چه خوش شانسی. بریم بابا. بریم بعدش برم شوگر بردارم. شوگر پیدا کنم. میش میگم شوگر کن پیدا کنم. این غذا رو میذاریم. فعلا بلاکا رو بذاریم. چرت و پرتامون رو میذاریم اینجا. چوب نداریم. چوب داریم بابا، اگه میشه نداشته باشیم. یه شیلد درست میکنیم با یه دونم قایق. آهن میذاریم اونجا. یه دونه شیلد. آهنا رو برمی داریم. یه دونم قایق. این میذاریم دست شب. و بقیه این آهنا رو حالا هیچ کاری نمیکنه. امرالد این با گندم نون درست کنم.
اون غذا اونم که پخته شد. سیب زمینی بذاریم توش. گندم ها رو میذاریم. داره شب میشه. من تو ذهنم این که الایترا بگیرم. من تا حالا یه بارم الایترا نگرفتم. یعنی اصلا توی سروایول هم نمیتونم بگیرم. اینقدر سخته. سخت که برای شما سخت نیست، برای من سخت. او داره شب میشه. بودو من شو پاشو خودم میخوابم. آقا نیا. واقعا معذرت میخوام، یه دقیقه ویدیو قطع شد. من نورم روشن کردم. بذار ببینم خودم، ببینم اینجوری بهتره یا اینجوری اون یه ذره اینجاش بنفشه. اینجا نمیدونم برای چیه. خب ما خوابیدیم، صبح شد، بریم یکم شوگر پیدا کنیم. شوگر که گوش نذاشتم بابا. اینا رو بذار بکشم. بسه چه صافت. چه فلجم با بینید. چه فلجی هم من نمیدونم بزنم. اینا رو میذاریم تو. چوب نداریم فعلا، اینا رو میذاریم ببازیم. اومدنه حالا چوب پیدا میکنیم دیگه. چوب میکنیم. بریم کدوم وری بریم. بس بریم غذا مرغ بخوریم. بذار و بشین بریم. شب یا را او شوگر بنازم. اونجا هم که شوگر کیمه. بریم اونجا بابا بیراخ. میپرسی شوگر کیم برای چی میخوایم؟ خب پرو پلیر ها میدونن. من پرو پلیر نیستم، میگم میدونن. اونا که دارن این ویدیو نام میکنن میدونن که شوگر کیم تبدیل به کاغذ میشه. تموم شد. خیلی تاثیرگذار بود. بهشون آموزش میدم. چیزی که من دارم میبینم با چیزی که تو گوشیه فرق داره. بنازم. این دفعه بریم اون ورم بود. بریم پیلیجرات بوز. دیدی بهتون گفتم؟ نه دیدی گفتم پیلیجرات بوز. تمام. من مردم اسمم عوض میکنم. اگه من مردم، نه تو بگو اگه من مردم. بس خوشحالی کنیم. خوشحالی نه من نمیمیرم. من میبینم این سیده از دست میره. وای یادم رفت کدوم بریم. نیاز به طرفدار داریم. نیاز به 4-5 تا طرفدار. 4-5 تا اینا کافیه دیگه. ببینم چقدر میشه برای فرم توتم. اینجا خونه است. من اینو اصلا ندیدم. بریم ببینیم اینجا چیه. چست داره چست نداره که دیگه. خونه نیست. نه بزنم چوب بکنیم. خدا کنه یادم نره. دوباره غلام اسپان شد. خب بودو اینجا جاش خوبه. اینو اول بردار. اینم بردار. بودو از 3 درصد بکنم. بنازم. خره پیر. من مگه نگفته بودم. چه صافت. بنازم. مرد بالاخره مرد. فقط آهنشو من گلش بخوره تو سرش. بودو 4 تا میاری. یه چست پلیت. اینا چست پلیت. شیفتو میگیری اینجوری. شیفتو میگیری تق. الان ببینیم چه جوری شدیم. بابا گنده بودیم. یا ابوالفضل چطوری؟ وای یادم رفت. وای آهنامونم که تموم شد. 8 تا پیشن 8. بریم. اینو بده من. میزنی پس کلش. یا ابوالفضل از جای یه دفعه وحشی میشه میره از یه جای دیگه میزنه پس کله. خب اینم مرد.
برداریم این بخوره تو سرش. خب سیب زمینی ها اون پخته شد. چوبم که آوردیم. الان چی میخوایم؟ 3 تا بهمون داد. چیکار میکنم من؟ خب اینا رو تبدیل میکنیم به اسپروس. دیگه چی بسازم؟ تبر یا چیز؟ بهترین چیز منطقی، یه دونه شمشیر میسازم. شمشیر چوبا من انداختم رفت خدا. خب یه دونه اول بیل بسازیم، یه دونه شمشیر. تمام. باید از عقلتون استفاده کنین. الان من کلاه میساختم ترس تا آهنم میرفت، اما اینجوری کردم که 2 تا آهن بمونه. شمشیر رو بیل برمیداریم. فارم توتم هم بهتون یاد میدم که چجوری بسازیم. خب من کندمش اونجا رو. این ترپتورا رو هم گذاشتم. فقط بریم تختاشون رو بکنیم. بذار اول برم خودم خالی کنم. اینجا رو کندم، بلاک میذارم. او چست چیزای خوبی داشت. سیب زمینی خوبه، نون، اینا دوناشون رو برمید. بریم خودمون رو خالی کنیم. این کدوها چیه گذاشتن جلو راه؟ چی کار میکنم برای خود؟ نمیشه فعلا خوابید. نور 4 تا میخوام. اینو برمیداریم، اینم برمیداریم. خودش رفت تو خونه وایسا تو چستش که من باز نمیم. اینم کندم. اینجا را کنیم. میخوام کلاچ کنم. اوف. بزن بریم بالا. تخت تو بدم الفرار. تخت تو بدم. خوکارم بدم یا میکشم. یا لوت نکردم. نداره اصلا. خب همه جا رو کندیم. بریم یه کلاچ دیگه کنیم. جانا خدا بس دیگه، ما خسته شدیم دیگه. خودم کلاچ نکردم بگنه قوی هم زابط. سیب زمینی آبپز میخوریم دیگه. بریم این درم فکر کنم خونه است. آره. خب کل تختاشون هم برداشتیم. چقدر هم تخت داشتیم. این از این واه چرا اینجوری رد و زد؟ اندرمن کو اندرمن؟ بابا وای نه اول ببینم اینا میرن توی. بریزید سر تختا. بیاد دیگه. تخت خودم هم باید بکنم. بابا برید بخوابید دیگه. شب شد و اینا اصلا اهمیت نمیدن. نمیکنم دیگه. واقعا برید بخوابید. اصلا چرا اهمیتی نمیدن؟ اینا دارن میرن، شما برید دیگه. نه یا دیگه میخواستم منم پس کلش. برید. آفرین غلام نکن این ور نکن. از من تو نگاه.
همشون رفتن. تو نرفتی. بدو الان جاتو میگیرن. بدو بولت میدم برو سری پایین. تو هم رفتی برو. فقط غلام مونده اونو که نمیذارم و دستی انجام بدم دیگه. یا اول فاز زامبی بگیر کسا بگیر از پشت کلیپ میریپه نیاد بزنه. خب اینو میذاریم و میگیریم میچپیم. صبح پا میشیم چیزا رو میذارم. بارون بر نیمه. من چرا هرچی میگم همون اتفاق میفته. همه اومدن؟ آره. این زنگوله هم ببریم برای فارم توتم لازم میشه. یادم میره. بریم. کثافت. زنگوله هم برداشتیم. خب این بود از این پارت بعدی. این غلامه رو میگیریم مثل سگ میزنیم و میریم میریم فارم توتم هم میسازیم و به اینا کل شغلای اینا رو من بر میدارم توی آف رکورد و دوباره میام همینجا میرم بیرون از بازی. پارت بعدی حتما بیاید نگاه کن. شما دیده بودید اینجا گل بده؟ دارم به تو گل میدم. پارت بعدی میایم اینو مثل سگ میزنیم. این غلامه. میریم اینجوری میزنیم پس کلش و اینجوری تا یه ویدیو دیگه. خدافظ.